مهراد پسری بود که به خاطر خانواده‌اش به شهر دیگه‌ای رفت تا درس بخونه. توی اون شهر با وجود همه سختیاش تجربه‌های جالب زیادی داشت. تا اینکه یه روز با یه دختر به اسم آن آشنا شد. آن شد صمیمی‌ترین رفیق تمام روزای مهراد. همراهی که حتی تفاوت‌ها هم نمیتونست بینشون فاصله‌ای بندازه. روزها و ماه‌ها گذشت و مهراد تمام لحظه‌هاشو با آن سپری می‌کرد. یه روز گرم تابستون که مهراد طبق معمول میخواست روز خسته کننده‌شو با بودن در کنار آن قابل تحمل کنه، رفت که یه دوش بگیره و آماده کنه که بره آنو ببینه. ولی وقتی از همون بیرون زد 10 تا تماس از دوستاش رو گوشیش بود. تعجب کرد و وقتی به دوستش زنگ زد با تعجب پرسید چی شده اینقدر به من زنگ زدی؟ دوستش با صدایی لرزون و پر از غم بهش گفت که آن خودکشی کرده. مهراد اولش باور نکرد، فکر کرد یه شوخی بچگانی دیگه است یا سورپرایزی چیزیه، ولی هرچی به آن زنگ میزد جواب نمیداد. واسه همین با عجله به سمت خونه آن دوید و وقتی رسید ماشین آمبولانس و جلوی در خونه دید. تو همون لحظه دنیا برای مهراد متوقف شد. تمام رنگ‌ها و صداها محو شدن و زندگی اون برای همیشه تغییر کرد. نمیشن با ساب کردن حمایت کنید.